برگرفته از کتاب ژوشیان نوشته شیائودینگ. ژوشیان، شمشیر فناناپذیر قدرتمند. هماهنگسازی توسط وبسایت کینگ مووی. شمشیر کهن سلسله جید در تملک مدرسه چینگیان بود و چینگیان رهبر هنرهای رزمی مدارس 7 قله تونگ تیان، لونگ شو، فنگ هویی، چاویانگ، لوشیا، داژو و شیائوژو شد. تکنیک ابریشم کهربایی. تیانلینگر، مدرسه داژو. سلسله جید. غذا رو یادم رفت. مترجم سفیرا نیکی. ناظر کیفی ترجمه میلاد طاهرخانی. مدیر دوبلاژ محمد رضا مظفری. دوبله با پخش از تماشاخونه. غذا آماده است. زود باشید، غذا آماده است. غذا حاضره. قله داژو. برادر دارید چی کار میکنی؟ بدش به من. هی سب کن. عجله نکنید. چی کار میکنید؟ عجله نکنید. بدش به من. مال خودم. نریزیش رو زمین. مراقب باش. حالا اینجا رو. اگه همشو بخورین استاد سر از سرم جدا میکنه. هی تو. مامان هنوز دارم میخورن. ببینشون. داژو یه مش گرگ بزرگ کرده. خانم ما داریم تمرین کنگ فو میکنیم. داریم کنگ فو توی تمرین. تمرینتون بهتون کمک میکنم. بابا هی استاد اومد. بلند شید. تماشاخونه. استاد. خوشمزه است. بریم غذا بخوریم. بریم. چه وضعش. از قبل خودمو واسه این آماده کرده بودم. چه عطری. این
غذاتون رو بخوریم. هفت، آموزش کنگفو چطور پیش میره؟ استاد من این همه سال اینجا بودی، سطح مبتدی رو هنوز تموم نکردی؟ شیافون آشپزی میکنه، دیگه وقتی برای کنگفو نداره. استاد من تقریبا سطح مبتدی رو کامل کردم. آره، حرف نداری. امیدوار بودم زنده باشم و اون روزو ببینم. بیا، میخوام امتحانت کنم. برو دیگه، برو. انرژی حیاتت به اندازه کافیه. اوخ ننه وای. استاد چیه؟ چت شده؟ من حاله بهشت زمین رو از شیاف اون حس کردم. در سطح دوم یو چینگ جینگ تکنیک های تمرین تنفس اهمیت زیادی دارن. باید افکار مزاحم رو از خودت دور کنی، مشکلاتت رو رها کنی و بعد حلقه بزرگ انرژی حیاتت رو به گردش در بیاری تا از طریقش بتونی با کمک بهشت و زمین نفس بکشی و بیشتر موجودات بهشت و زمین رو حس کنی. خیلی آروم وارد وضعیت آرامش و سکون میشی. یه لحظه حس کردم که بدنت خیلی عجیبه. دو نوع انرژی معنوی درون بدنت با هم در تضادن. توی هدایت انرژیام عجله کردم و گند زدم. با امروز تو 10 ساله که تو این کوهستانی. امروز سالگرد مرگ پدر و مادرمه. شیافان، میدونم توی این 10 سال میخواستی به خونه بری. خواهر بزرگ، قوانین میگن که ما نمیتونیم کوهستان رو ترک کنیم. وقتی استاد بفهمه به خاطر این کار تنبیه میشی. بیا برگردیم. نترس، رو من حساب کن. ده سال قبل توی همچین روزی جینگیو و من بعد از جمع کردن هیزم برگشتیم و دیدیم که کل روستامون رو رد و برق گرفته. شیافان نگاه کن. کسی نمیتونه مهره مکنده خونو مهرموم کنه. به نظر میاد هنوز عقل تو سرت هست، پس بهتره اونو بدیش به من. به خواب ببینی.
سالهای هفتم شاگرد فرقه شیطانکار پست کرد. تبدیل به رعد و برق شد. قدرت آسمان به کنترل این شمشیر در تکنیک شمشیر کنترل کننده ای رفت. تو دیگه کی هستی؟ کنگ فوی تیانین. فردای اون روز وقتی به دهکده برگشتیم دیدیم همه اهالی روستا از جمله پدر و مادرم کشته شدن. برو! مامان کی هستید؟ شما کشتینشون؟ جینگیانگ با شیاطین می جنگه. به ما همچین تهمتی نزن. لطفا منو به شاگردی بگیرید. من در مورد شهرت مدرسه چینگیان شنیدم. بهم کنگ فو یاد بدید تا انتقام خونوادمو بگیرم. تو چی میخوای؟ من نمیام. میخوام پیش پدر و مادرم بمونم. مامانم منتظرمه که برم خونه غذا بخورم. پدر و مادرت مردن. از این به بعد من خواهر بزرگترتم. 10 سال گذشته. تا الان مدرسه چینگیان هنوز قاتل روستایی ها رو پیدا نکرده. بابا، مامان، بابت تأخیر پسرتون رو ببخشید. مدرسه چینگیان. برادر کوچیک همیشه تنبلی میکنی. تو این همه سال فقط 7 تا شاگرد گرفتی. مدرسه من روی کیفیت تمرکز داره نه کمیت. تک تک شاگردای من حرف ندارن. به نظر من خیلی تنبلی و کلی بهانه میتراشی. برادر بای، اون شاگرد محبوبت ژانگ شیوفان در چه حاله؟ این روزا میشه گفت که جینگیو از برادر بزرگش جلوه. باید هم این حرفو بزنی. شاگرد خوبه رو برداشتی برای خودت و شاگرد تنبله رو دادی به من. حالا هم داری منو مسخره میکنی. این کارت اصلا پسندیده نیست. ناراحت نشو. شاگردانت خیلی سخت کوشن. اغلب شبها یواشکی میان شیاوجو تا دزدکی از شاگردای من کنگ فو یاد بگیرن. لطفاً به خوبی شاگردانتون رو کنترل کنید تا مبادا قانونی رو بشکنن. خواهر این که بخوای روی اینا حساب کنه که شاگردانشون رو کنترل کنن مثل این میمونه که بخوای در آب برکه ماه رو صید کنی. وقتی شما داشتید کنگ فو یاد میگرفتید همه اینا دزدکی نگاهتون میکردن. برادر بزرگ، تا جایی که یادم میاد شما هم جز کسایی بودی که در گذشته دزدکی منو میدیدن. همه شاگردای قله شیاوژو کنگ فوی خوبی دارن. حافظه‌شون هم خیلی از کنگ فوشون بهتره. پس کافیه. اینجا جمع شدیم که در مورد مسابقه کنگ فوی مدرسه چینگیانگ که هر 60 سال یک بار برگزار میشه صحبت کنیم. این یه مسابقه 7 گاله کنگ فو برای آماده کردن شاگردان جهت مبارزه با فرقه شره و در نهایت ما یک برنده را انتخاب می‌کنیم. شاگردم لوشوجی هم در این مسابقه شرکت میکنه. قطعاً مقام اول به قله شیاوژو میرسه. بقیه 6 قله هم بازندن. انگار خواهر کوچیک ما خیلی خودشو دست بالا میگیره. مدرسه شیاوژو. دنبالم بیا. خیلی خوب، برو. برادر ششم، چرا من آوردی اینجا؟ آوردمت اینجا تا تجربیاتت تو یادگیری کنگ فو رو بیشتر کنی. دنبالم بیا. باشه.
اکی قلعه فونک های ژانگ شوشو از دیدنتون خوشحالم. قلعه داژو ژانگ شیافان از دیدنت خوشحالم. قله لونگشو از دیدنتون خوشحالم. قله لوشیا از دیدنتون خوشحالم. قله تونگتیان از دیدنتون خوشحالم. بیایید با هم کنگ فو یاد بگیریم. بله. از این طرف، از این طرف. اوه بات گذاشتیم پامالم نده. آروم باشید، آروم. میبینی؟ جلومو نگیر. چتونه هون ندین؟ شما چتونه؟ کی منو هل داد؟ من نبودم. برید دیگه. خدافظ. دیگه کی باهات بود؟ خواهر بزرگ چی دوست داری بخوری؟ در عوض کاری که کردم واسه غذا می‌پزم. پس نمیخوای بگی؟ کسی نمیدونه عمق قله شیاوژو چقدره. امروز با تو امتحانش میکنم. چطوره واسه ماهی بپزم؟ خواهر بزرگ خواهر جون حرف میزنه. میگم حرف بزن. خواهر بزرگ اصلا عصبانیت بهت نمیاد، بیشتر لبخند بزن. اینقدر مزخرف به هم نباف. خیلی خوب، پس راه مهربانانه رو انتخاب میکنم. 7 تا نجات بدیم یا نه؟ چی؟ نفهمیدم چی گفتی؟ لباسامو در نیار. ولش کن، انگار حالش خوبه. اگه میدونستم اینجوری میشه که من جاش میرفتم. خواهر بزرگ میخوره. خواهر بزرگ اون هم خیلی خوشحاله. قبول نیست. نمیتونم تحمل کنم. چی شده؟ حالت چطوره؟ حالت خوبه؟ بیا ممکنه تا ابعاد نگهش بیاری. تحمل کن. لوشوچی خیلی دیرم کرده کرم کارش به جونه هفت. تحمل کن دیگه. پدر بزرگ گرفتنشون که داره از خارش میمیره. باید یه فکر دیگه بکنی. یه به استاد و خانمش بگی. باید یه راه دیگه پیدا کنیم. این مدت ها طول میکشه. باید همشونو بگیریم دیگه، چاره ای نداره. چیه؟ وجاق کیمیاگری با گرما راست میگه. بیاید امتحان کنیم. بیا. منو کجا میبری؟ آروم باش، آروم. تحمل کن. بندازش. اون وقت شیافان میشه کیک سرخ کرده. اینو امتحان میکنیم تا بفهمیم چی میشه. هیزم بیا. تحمل کنی، تکون نخور هم. هیزم اضافه کنیم. کم نگهش دار. خیلی داغه. تحمل کن. آره تحمل کن. شیافون این کارو نکنید، میخواین بکشینش. زود باشین بیارینش بیرون. دیگه دارین زیاده روی میکنین. یالا زود باشید. یالا زود باشید. زود باشید. بذارینش زمین. بذارش اینجا.
بذارید ببینم. همتون رفتید دزدکی شیاوژو، اما لو رفتید و تنها کسی که تنبیه شد شیاوفان بود. اگه نتونید کرما رو بگیرید لوتون میدم تو همه تنبیه شید. بردیمش که چیز یاد بگیره. می‌خواستیم پیشرفت کنه. آره برای یاد گرفتن. بسته دیگه. برید بیرون نگهبانی بدید. نمیترسید بابام بفهمه؟ یالا دیگه. هی تکون نخور. به کوهستان پشتی رفتم و پودر بامبوی سیاه جمع کردم. این میتونه کرمای خارش رو بکشه. باید تحمل کنی. تکون نخور. وایسا. خواهر بزرگ، من شنیدم پیدا کردن بامبوی سیاه سخته. تماشاخونه. و بامبوی سیاه جایی که بخاره مسموم هست رشد میکنه. حتما خیلی سختی کشیدی. فعلا این تویی که توی درد سر افتادی، پس نگران من نباش. چه خطری از بیخ گوشت رد شد. خوشبختانه دارویی که روی دستم بود کشتش. اگه کرما وارد گوشت بشن بیچاره میشی. نخارونشون، هرچی بیشتر بخارونی بدتر میشه. ممنونم خواهر بزرگ. یه وقت نخارونیشون. تکون نخور. وایسا. لینگ جون! لینگ جون! لینگ جون! یه مشکلی پیش اومده. به کمکت احتیاج دارم. این مشکل کاملا با قبلی‌ها فرق داره. مشکل جدیدیه. زود بیا بیرون. میشه لطفاً کمکم کنی؟ عصبانی میکنه. اگه بیرون نیای خودم میخورمش. لینگ جون اومدی؟ میدونستم به حرفم گوش میدی. بیا بخوری. لینگ جون خجالت میکشم بپرسم، ولی باید ازت بپرسم. میخوام به خواهر بزرگم اقرار کنم اما جرأتشو ندارم. میشه لطفاً بهم یاد بدی چی کار کنم؟ ها؟ دستشو ماچ کنم راه خوبی نیست. میشه روششو عوض کنی؟ من حوصلت سر رفته. تو یه موجود الهی هستی. یه خورده صبور باش. خب لازمه که از دست یه موجود فانی عصبانی بشی؟ شیافان؟ خواهر بزرگ بفرما. شیافان، واسه مسابقه بهتر مهارت‌های کنگفوی بیشتری رو یاد بگیری تا از بقیه کم نیاری. تکنیک یو چینگ جینگ؟ خواهر بزرگ این کتاب استاده؟ اگه من تو حرفی نزنیم کسی بویی نمیبره. سخت مطالعه میکنم و قلعه داژور رو سرافکنده نمیکنم. تو باید حاله آسمان و زمین رو به داخل بدنت ببری تا با انرژی معنوی داخل بدنت ادغام بشن و در مجراهای رنودو به جریان بیفتن و انرژی معنوی بیوقفه در بدنت به گردش در بیاد. جسم تو مثل یه زنگه. انرژی معنوی رو به داخل بدنت ببر و ازش استفاده کن. دل مشغولیات رو دور بریز. انرژی معنوی از کجا میاد؟ این ماجراها از کجا میاد؟ تنفستو کنترل کن. نفستو نگه دار و کنترلش کن. نفست رو فراموش کن. ذهنت مثل آب پاک آروم میشه. انرژی حیات به مرکز پیشانی میره. انرژی حیات
یادت باشه که این مهره زیان آوره و میتونه ذهنت رو آشفته کنه. صخره‌ای عمیق پیدا کن و بعد اینو بنداز توش. بچه، من میخوام تو جانشین من بشی. مایلی تو من استادت بدونی؟ در مورد اتفاق امروز نباید به کسی چیزی بگی. نباید اسم و لقبم پیش هر کسی فاش بشه. چیزی که بهت یاد میدم و نباید جلوی دیگران تمرین کنی. از عهده‌اش برمیای؟ استاد استاد، سالها پیش من مهرت رو دور ننداختم و اونو همراه خودم نگه داشتم، اما در موردش حس بدی داشتم. امروز وقتشه که دور بندازمش. میدونم که تو هم میخوایش، اما نمیتونم بهت بدمش. کدوم گنجیه که میتونه همچین روح شیطانی رو ساطع کنه؟ آخرین باری که همچین چیزی دیدم وقتی بود که مهره مکنده خون ظاهر شد. این پدیده آسمانی دقیقاً مثل همون مهره مکنده خون دوباره ظاهر شده؟ فرقه پادشاه شیطان دنبال مهره مکنده خونه. با نمایان شدن همچین پدیده آسمانی، پادشاه شیطانی حتما دوباره خودشو نشون میده. باید فوراً شاگردانمون رو برای فهمیدن حقیقت بفرستیم. بالاخره مهره مکنده خون ظاهر شد. برخلاف انتظار چوب دنبال کننده روح هم ظاهر شده. دو گنج در یک گنج کامل که متعلق به فرقه پادشاه شیطان. حالا هر دو یکی شدند.
مهرم این توه؟ این بارو نجاتت دادم. دوباره ازم دزدی نکنی ها. تو هم مثل همون میمونه ای. پسش بده. داره از برادر کوچکترم استفاده می‌کنه. میدونم چی کار کنم. حالت خوبه؟ آره. شافان اون کیه؟ چرا بهت حمله کرد؟ نمیدونم. افتادم توی آب و تازه بیرون اومده بودم که آب و هوا عوض شد و بعد اون نقابدار ظاهر شد. تازه یه میمونم اومد و گازم گرفت. ببین خوب شده. خوب شده؟ آره. کینگ مووی. تو کی هستی؟ چرا توی تخت منی؟ منم میخوام همین سوال ازت بپرسم. چرا من تو تخت تو؟ دیشب با من چیکار کردی؟ من باهات کاری نکردم. واسه مهم نیست. من یه دختر جوونم که تموم شب و بدون هیچ دلیلی پیش تو خوابیده. باید بهم غرامت بدی. غرامت. بهت گوشت نمکسود میدم. از کجا بدونم سمی نیست؟ خب اون چوبه خوبه. با اون چوبه واسم جبران کن. این چوبه؟ بدش به من. چرا برگشتی؟ چوبت منو برگردوند. حرف بزن. این چوب از دستورات تو اطاعت میکنه؟ نه از من اطاعت نمیکنه. نمیدونم به حرف کی گوش میده. واقعا نمیدونی؟ نه.
دروغگو. آخه اینجا چه خبره؟ همش تقصیر توه. واسه هیچی کتک خوردم. حرف بزن ببینم. دیشب تو دختر را اذیتش کردی؟ تو حرف منو میفهمی؟ ها؟ استاد این بار مسابقه جدی تری داریم. باید برای مسابقه 7گانه کنگفو قبراق و سرحال باشید. مخصوصا تو 7. چی؟ استاد منم میرم؟ تعداد افرادمون کامل نیست. ببینم کی میخواد امتحان بشه. وای خدای من. استاد خواهش میکنم بذارید من کارو بکنم. استاد مراقب باش. ای بابا تو چقدر زور داری. کنگفوت خیلی خوبه. حرف نداره 7. میبینم که کنگفوت خیلی سریع پیشرفت کرده. بیا امتحانش کنیم. جینگیو شماهایی که توی قله ایداشو هستین فقط واسه شافان قلدری میکنید؟ جینگیو سوء تفاهم شده. واقعا رفتارشون با هم خوبه. شیافان ازشون دفاع نکن. من و تو با هم به اینجا اومدیم. تو سخت تمرین کردی اما چرا کنفوت انقدر ضعیفه؟ پاسترت هیچ وقت بهت خوب آموزش نداده؟ اون معلوم هست چی میگه. ساکت شو. جینگیو هنوز جوانه. عموتیان و برادرها لطفا رفتار زشتشو ببخشید. اون جیهاوه شاگرد اول قله تانک چی شد؟ شنیدم مهارتش در سطح 8. برادر جی استاد دستور داده شده که مسابقات کنگفوی 7گانه زودتر برگزار بشه. خواهش میکنم عموتیان زودتر آماده بشید. خداحافظ. نه دوباره تویی. این گل شکوفه داده. چرا چیدیش؟ اگه من گلی رو بچینم در واقع اون گله متبرک شده. اگه رایحه‌اش رو بو کنم این سرنوشت بوده که من و گلو به هم گره زده. تو یه فانی از اینجور چیزا سر در میاری؟ تو گله رو چیدی. اون گل دیگه جونش رو از دست داده. چطور میتونه خوشحال باشه؟ تو که گل نیستی از کجا میدونی ناراحته؟ تو که گل نیستی از کجا میدونی خوشحاله؟ میبینی؟ اشکش در اومده. احتمالاً داره از درد گریه میکنه. اشک گل. اولین باره که میشنوم یه مرد به شبنم روی گل میگه اشک گل. به هم بگو اون شب ما چی کار کردیم؟ نمیدونم. یک واقع هوا. چوب کجاست؟ چی میخوای؟ کجا قایمش کردی؟ چوب؟ وقتی اومدم با هم بودش. با اینکه یه مردی نمیدونی وقتی میری بیرون باید چوب با خودت برداری؟
لطفا نذار دوباره بزنتم باشه. یه سوال ازت بپرسم. تو به عنوان یه مرد اگه با یه دختر قرار بذاری که با هم برید از دیدن گلا لذت ببرید، معنیش اینه که اون دختر توی قلبته؟ آره. آره؟ 那如果你经常想要找理由和他见面，然后 اگه بخوای مرتب به بهانه‌های مختلف ببینیش، معنیش چیه؟ این یعنی خیلی دوستش دارم. واقعا؟ خواهر بزرگ، چرا اینو پرسیدی؟ هیچی به کارت برس. من دوستت دارم. من دوستت دارم. من دوستت دارم. کی منو دوست داره؟ کی منو دوست داره؟ کی داره اینو با صدای بلند میگه؟ کی منو ما دوستت داریم. زود باش کنگ فو تو تمرین کن. بشین بابا بشین. از خجالت آب شدم، همشون صدامو شنیدن. من فقط چند تا کلمه رو با صدای بلند گفتم. چرا این همه آدم افتاده دنبالم؟ چرا داری فرار میکنی؟ دنبالم نیا. دنبال تو نیستم که. چند نفر دنبالم نیاید. بیا قایم شیم. دنبالم بیا. داهوانگ، از ورودی محافظت کن. راستشو بهم بگو، چرا دنبالت بودن؟ من یکی از خدمتکارای استادمم. قوانینو شکستم واسه همین فرار کردم. اگه تو خدمتکار استاد بزرگی، چرا اومدی قلعه داژو؟ شنیدم بالای کوه یکی داد زد دوستت دارم. اومدم ببینم کیو اینقدر دوست داری. سوء تفاهم نشه. من از قبل یکی رو دوست دارم، اما اون یکی دیگر رو دوست داره. چطور میتونم همچین چیزی رو واسه توضیح بدم؟ دختره یکی دیگر رو دوست داره، اما رفتارش با من خیلی خوبه. وقتی ناراحت بودم پیشم موند. وقتی مجروح شده بودم تا دیر وقت بیدار موند تا واسم دارو بجوشونه. وقتی بقیه واسم قلدری کردن ازم محافظت کرد. یادمه یه بار. کجایی؟ کی نشستی اینجا؟ از اونجا نمیتونستم خوب حرفاتو بشنوم. باشه. خب بگو ببینم، یه خورده هم دوستم نداره؟ یه خورده دوستت داره. واقعا؟ منم فکر میکنم یه کمی دوستم داره. توی قلبم اون واسم مثل نزدیکترین دوستمه. فکر میکنم اونم همچین حسی بهم داره. بگو ببینم، اشتباه میکنم؟ داری چی کار میکنی؟ میشه لطفاً به حرفم گوش بدی؟ دارم کوینفو تمرین میکنم. چه کنفویی؟ کوینفوی هاما. از بچگی تا الان اون توی قلبم بوده. هیچ وقت اهمیتی به احمق بودنم نداد و به هم کنفو هم یاد داد. هر وقت استاد دعوا میکرد طرفمو میگرفت. موقع حرف زدنم خوابش برد.
داهوانگ، من میرم غذا گیر بیارم. پسر خوبی باش و همینجا بمون. بیدار شدی؟ واسط کلی غذای خوشمزه آوردم. انتظار نداشتم برگردی. گوشت چه حیوانیه؟ وسط این بره بیابون گوشت چی رو میتونی پیدا کنی؟ داهوانگ، تو سگمو کشتی؟ گوشت خرگوشه. خرگوش رو نباید اینطوری کباب کرد. خب اون یکی رو تو کباب کن. باشه. خرگوش رو که نباید اونطوری کباب کرد، وگرنه بیرونش زیادی کباب میشه و داخلش خام میمونه. داری خرگوشه رو با اون چوبه کباب میکنی؟ چوب خوبیه. ازش به عنوان چوب کباب پزی استفاده میکنم. آماده شد. زود باش، بخور. زود امتحانش کن. چطوره؟ خوشمزه است؟ مزه یه گوشتی که مامانم کباب میکرد و میده. یه بار من و مامانم توی یه غار عمیق گیر افتادیم. داشتیم از گرسنگی میمردیم. مامانم برای سیر کردنم گوشتشو برید و بهم داد. با اینکه من نجات پیدا کردم، ولی مامانم مرد. اون به خاطر من مرد. اگه منم میتونستم که جونمو با زندگی والدینم عوض کنم، همین کارو میکردم. برای همین فکر میکنم مامانتم همین فکر رو داشته. والدین تو چی شدن؟ 10 سال پیش کشته شدن. تا حالا به این که انتقامشون رو بگیری فکر کردی؟ اولش که وارد مدرسه چینگیانگ شدم به انتقام فکر میکردم، اما کم کم دیگه بیخیال شدم. درست مثل آتش میتونه همه چیز رو نابود کنه و غذا رو بپزه. همه چیز اغلب فقط یه سری فکر و خیاله. به جای تنفر از دشمنی که حتی جاشو نمیدونم، بهتره به آدمایی که دور من عشق بورزم. برنامه آینده چیه؟ برنامه؟ هنوز تصمیم نگرفتم. تو چی؟ میخوام برم جایی که هیچ کس نتونه پیدام کنه. وقتی توی یوچینگ جینگ به سطح 4 رسیدم میتونم از کوهستان پایین برم. اون موقع تو رو هم با خودم میبرم. چطور میتونی به همین راحتی به هم اعتماد کنی؟ به نظر آدم خوبی میای. راستی اسمم ژانگ شیاوفانه. اسم تو چیه؟ بیا. خوبه. دفعه بعد حتما واسط گوشت میپزم. قبوله. احمق، به جام نمیزنمت. قبوله. مدرسه چینگیان. ببخشید از دیدنتون خیلی خوشحالم. از دیدنتون خوشحالم. دفعه قبلی به خاطرت کلی بدبختی کشیدم. برای همینم از آدمایی مثل تو خوشم میاد. کسایی که وقتی دوستاشون تو خطرن مردونه خودشون رو جلو میندازن. نگاه کنید اونجا نوشوچیه. اونجا رو خواهر بزرگلو.
63 رقیب مسابقه کنگ فو با قرعه کشی به صورت تصادفی مشخص میشن. هر کسی شماره 1 رو برداره مستقیم به دور دوم میره. قرعه کشی شروع میشه. چرا قرعت رو نمیکشی؟ نمیتونه پرواز کنه. ببینم شماره من شماره 22 هم. منم شماره 8. نمیدونم آخه چه خبره. کدوم شاگرد شماره 1 رو برداشته؟ کی شماره 1 رو برداشته؟ اون دور اولو قبول شد. چرا من این شانس رو نیاوردم؟ چه شانسی داشت پسر. توی اولین مسابقت مستقیم رفتی مرحله 2. میدونی بعدا کلی باهاش پوز بدی. خواهر بزرگلو چرا شماره 1 رو دادی بهم؟ همینطوری بردن واسه مایه خجالته. مسابقه کانفو شروع میشه. شرکت کنندگانی که به زمین بیافتن و دیگه نتونن بلند شن یا کسانی که مسابقه را واگذار کنن از دور حذف میشن. برنده ها به دور بعدی میرن تا زمانی که مقام اول مشخص میشه. خواهر بزرگ کجا میریم؟ این مسابقه میتونه کمکت کنه خیلی چیزا یاد بگیری. اشتباه. زمین مسابقه برادر ششم اونجاست. مسابقه برادر جی میتونه کنگ فو رو بهتر کنه. شیافان زود باش. من منتظرت نمیمونم. زودتر میرم. قله لانگشو جیهاو. قله جاویانگ بایهلینگ. الان که روشوجی مسابقهشو شروع کنه. ببین همه حسابی هیجان زدن. خیلی آزار و مخیه. بدو این زود باشین. خیلی قدرت بلنده. من هیچی نمیبینم. بیا اینجا ببینم. برو پایین زود باش. منو بذار رو شونه ها. وایسا خوبه. چطوره؟ کار کردن نداره. لوشوجی هنوز شمشیرشو نکشیده. مسابقه تموم شد. قله داژو دوبیشو. درود بر شما. موفق میشی. قله چاگان. دوباره بیا. در دور اول 31 شرکت کننده حذف شدن. رقبای دور دوم فردا به این ترتیب هستند: قله داژو ژانگ شیوفان در مقابل قله چاویانگ چو یوهونگ، قله شیاژو لو شوجی.
سالها تمرین سخت به قلبت صدمه زده. بهتر از این مسابقه کنار بکشی. شاگردتون میخواد برای قله شیاژو مبارزه کنه. غریبه ها نمیدونن که کنگفوی من داره به آرامی رو به ضعیف شدن میره. اما تو میدونی که قله شیاژو فوراً نیاز به یه رهبر داره و این مسابقه اهمیت زیادی داره. شاگرد شما به تمرینش ادامه میده. این دارو در شرایط بحرانی میتونه جونتو نجات بده. همراهت باشه. عمو وارد میدان شو. چشم. آفرین پسر آفرین. وایسید ببینم. خواهرم الان داره مسابقه میده. بریم ببینم. قلعه داژو شیافان از برادر بزرگ شو یاد میگیره. برادر کوچیکتر، ما امروز رکورد زدیم. هیچی تماشاچی نداریم. خودت نگاه کن. شیافان، برادرای قلعه داژوات رفتن. حالا برادر واقعیت کیه؟ موفق باشی. ژانگ شیافان موفق باشی. ژانگ شیافان موفق باشی. آماده باش. بی رقیب در دنیا. چی بهش میگن؟ معطل نکن. سب کن. ژانگ شیافان موفق باشی. ژانگ شیافان موفق باشی. هی فهمیدم. چوب دنبال کننده ی روح بی رقیبم. برادر، واقعا احمق عاقلی هستی. من استاد مسابقه تموم شد. مسابقه تموم شد. باشه. برادر بزرگ چی شده؟ به جز خواهر کوچیک هممون باختیم. استاد حسابی عصبانیه. باید شکست رو قبول کرد. اینجوری با تجربه میشی. اما من بردم. تو چی شدی؟ بردی؟ چی؟ آره. استاد خانم، من خیلی شانسی بردم. فکر میکردم ممکنه یکی از شاگردان برنده بشه، ولی فکر نمیکردم اون تو باشی. عالیه. شنیده بودم که چویوهون خیلی قویه، اما یکی از قله چاویانگ بهم گفت که دلدرد داشته. من فکر کردم خبرش غلطه. شافا خیلی خوششانسی. گوش بخور. خیلی خوب. بهم بگو که چجوری بردی. وقتی رفتیم توی میدون به هم حمله کرد. منم چشمو بستم و چوبمو برداشتم و تکون دادم. و وقتی چشمو باز کردم اون روی زمین افتاده بود. تا همیشه بهتون گفتم که هیچ وقت رقیبو دست کم نگیرید. آدمای قوی زیادی بودن که به یه آدم ضعیف. بله درسته. جینگیو، مطمئنم نمیتونم شکست. نگران نباش. با 2 دور بیشتر توی میدون مسابقه میدم. اینطوری آبروت نمیره.
خوبه شیافان، پیشرفت کردی. به هم آسون گرفت. بیا جلو. جینگیو توی دور بعدی دیگه به داستان نمیگیرم. وایسا هی تو هم دیدی؟ کنترل کنه. شیافان، تو همیشه در مورد اینکه کنفوت ضعیفه به هم دروغ میگفتی. من که اینقدر قوی شد؟ با اینکه مسابقه را بردم، اما یه برادرم از دست دادم. گم شو، دیگه دنبالم نیا. زود باش شیافان. ببین اگه همینطوری به بازی عادت اشکالی نداره شیافان. منم هر وقت شرط بندی میکنم میبازم، اما بعد این همه سال هنوز حالم خوبه. بیا بریم خونه غذا بخوریم. من دوباره بردم. چی؟ جدی که نمیگی؟ ها؟ چی؟ شیافان برده! شیافان برده! شیافان برده! صدا معرکه ای! آفرین شیافان! از این به بعد باید از بین همه ما فقط ماساژ بده، پاشو ماساژ بده. کنم. فردا یه مسابقه سخت در پیش داریم. آره درسته، آره درست میگه. استاد خانم 7. راستشو به هم بگو، چطوری تونستی به این سطح از کنفو برسی؟ یادگیری مخفیانه کنگفو از بقیه مدرسه اینجا ممنوعه. حتی سبکترین مجازات براش اینه که 10 سال رو به دیوار بشینی و به کارهات فکر کنی. بابا شیافان رو دعوا نکن. لطفاً مجازاتم کنید. شیافان چی شد؟ شیافان حالت خوبه؟ بابا من بودم. 7 از اینجا ببرید. میدونستی که لینگار مخفیانه بهش یاد داده؟ چرا شیافانو تنبیه کردی؟ همیشه تظاهر کردی آدم بیرحمی هستی، ولی با اون ضربه کف دستت سالها قدرت کنفوتو به شیافان دادی. میخوای آبروی قله داجو رو به باد فنا بدی؟ ندو، منو داری کجا میبری؟ اینجا قلمرو قلعه شیاژو، من نمیتونم واردش بشم.
تو خواهر بزرگ از قلعه شیاژو هستی. میشه اسم تو بهم بگی؟ دارو دارو توی آب حل شده. بدش به من. توی به هم نگاه نکن، سرتو برگردون. خواهر بزرگ مریضی؟ به نظر خیلی ضعیف میاد. اینقدر چرت نگو. خواهر بزرگ حالت خوبه؟ خواهر بزرگ چرا حرف نمیزنی؟ چرا کنگ فو تمرین میکنی؟ وقتی بچه بودم استاد و خواهر بزرگترم منو نجات دادن و به هم کنگ فو یاد دادن. چشماتو باز کن. باشه. تو چرا تو چرا کنگ فو تمرین میکنی؟ اگه بگم هم درک نمی کنی. خواهر بزرگ هیبتت آدمو به اشتباه میندازه. خواهر بزرگ بهت قبلا گفتم که وقتی عصبانی اصلا قیافت خوب نمیشه. بهتره بیشتر لبخند بزنی. انقدر حرف نزن. خواهر بزرگ حالت خوبه؟ خواهر بزرگ با این حالت نمیتونی مسابقه بدی. نگرانم که نتونی از پسش بر بیای. زندگی من به استادم و قله شیاژو تعلق داره. اما شیافان اگه نتونستی شکستش بدی بغلش کن. حتی اگه ببازی هم خودش یه برده دریابش. آره ازش استفاده کن. استاد 7. استاد به هم اعتماد کن. نهایت تلاشمو میکنم. قلعه داژو رو شرمنده نمیکنم. همین که به این مرحله رسیدی باعث سرافرازی قله داژوه. برد و باخت دیگه اهمیتی نداره. فقط صدمه نبین. آشپزی عادت کردن. قلعه داژو ژانگ شیافان لطفاً بهم آموزش بدین. خواهر حالت خوب شده؟ خفه شو. من توی این مسابقه تمام تلاشمو میکنم. خواهر بزرگ بدون هیچ رحمی با هم مبارزه کن.
خواهر بزرگ. شیافان بجنب. آی لعنتی. خواهر بزرگ، مسابقه هنوز تموم نشده. اون؟ یه چیزی در مورد ژانگ شیافان درست نیست. اون سلاحی که دستشه خیلی عجیبه. شیطان سفید. ژانگ شیافانو دیدی اما مهره مکنده خون ازش نگرفتی. رئیس داره میاد. ژانگ شیافانو بیار پیشش. انجامش میدم. قله تونگ تیان. شمشیرتون رو بکش. دستم از کنترل خارج شده.
شاگرد فرقه شهر برای مدت طولانی در کوهستان چینگیان پنهان شده بود. برادر تیان، چطور شما از این موضوع اطلاع نداشتید؟ این خیلی عجیبه. شیافان هیچ وقت اینجا رو ترک نکرده بود. چطور ممکنه این کنگ فو رو یاد گرفته باشه؟ انرژی حیات شیافان خیلی پاکه. هنرهای رزمی شباهتی به هنرهای فرقه شهر نداره. نگرانم که نکنه مهارتش مربوط به این سلاح باشه. یعنی شیافان از فرقه شهره؟ نمیتونم تکونش بدم. غیر ممکنه. بذارید من امتحان کنم. سلاح‌های فرقه شهر فقط توسط صاحب خون کنترل میشن. ما نمیتونیم این سلاح‌ها رو کنترل کنیم. ژانگ شیوفان مطمئناً به فرقه شهر مرتبطه. باید بکشیمش. عمو شیافان از فرقه شهر نیست. اینو با جونم ضمانت میکنم. ما هم جونمون رو پای این حرف میذاریم. قوانین ما میگن که شاگردان فرقه شهر باید بدون هیچ بخششی کشته بشن. استاد، رد پاهایی از فرقه شهر در پایین کوه پیدا شده. در قلعه تونگتیان چندین شاگرد کشته شدن. ژانگ شیوفان در تپه تحت حفاظت شدید قرار میگیره.你怎么会在这儿？随我下山。我不走，如果我出了这个门，岂不坐实了我是魔教中人？你不怕死吗？我不怕。منو نزن. نجاتش دادم. بیا با هم بریم. حالا دیگه باید پادشاه شیطانی خودشو نشون بده. ما دیگه از قلعه داژو در اومدیم. کجا داریم میریم؟ میریم که بابامو ببین. گنج مهره مکنده خون و چوب دنبال کننده ارواح به وسیله خون تو با هم یکی شده. چوبمو برگردون. بابا اگه بکشیش دیگه نمیتونی مهره مکنده خونو به دست بیاری. اونو شاگرد خودت بکن. فقط اونه که میتونه مهره رو کنترل کنه. تو که گفتی خدمتکار قلعه تونگتیانی. احمق. تو داری بهم خیانت میکنی.
مرگ و زندگیم به تو بستگی داره. ببخشید اشتباهی اومدم. نمیخواستم رو کولت بشینم. تو هم نباید سوار من بشی. پادشاه رو خوش اومدی. مدت هاست که منتظرتیم. کشته شدن تعداد زیادی از شاگردانمون کار تو بوده. اگر وارد قلمرو من بشید تمام قدرتتون رو از دست میدید. آرایش شمشیر. اولین ساحره رو میکشیم. تماشا کنید. خواهش میکنم بذارید بره. برو کنار. تکنیک شمشیر کنترل کننده رد. خشم آسمان نهم تبدیل به رعد الهی می شود. قدرت آسمان این شمشیر را به پیش خواهد راند. استاد سریع فرار کن. زود باشید کنفوتون رو به شیافان بدید وگرنه خیلی زود شیطان وارد بدنش میشه.
شانگ شیافان، شاگرد مدرسه چینگیان که کنگفوی تیان این رو تمرین کرده و سلاح فرقه شر رو با خودش کامل کرد. حالا به صورت غیر منتظری قدرت کنگفوی من رو هم در درون خودش داره. اون دیر یا زود همه شما و مدرسه چینگیان رو نابود میکنه. اون سال شما اهالی روستای ساومیا رو کشتید. حق با اونه. من تحقیقاتی کردم. ممکنه که یکی از ماها اون کشتار رو انجام داده باشه. اون کنگفوی تیانین رو تمرین کرده و سلاح فرقه شر رو داره. اگه ولش کنی بره دنیا رو به آشوب میکشه. خاطر مردم عادی باید بکشیمش. میخوای منم بکشی؟ بیا بریم خونه. از این به بعد من خواهر بزرگترتم. نترس، روی کمک من حساب کن. استاد شوجی، ژانگ شیاوفان باید از این دنیا محو بشه. بکشش. مسئولیت همه چی به گردن منه. التماس میکنم بسار هفت بره. دیر یا زود اون پادشاه شیاطین میشه. شوجی بکشش. فرار کن. توی زندگی بعدیت شاگرد من نشو.
چرا؟ برو. کجا میتونیم بریم؟ بهت قول دادم تو رو جایی ببرم که کسی نتونه پیدات کنه. اصلا عصبانیت بهت نمیاد. چرا بیشتر لبخند نمیزنی؟一生的倔强，拨动了心弦。这一生风，是一生狂。年少时候触碰的情真。برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت کینگ مووی مراجعه نمایید.